با الله پاکی ناما فرید بلوچ شهرستان سماوان. امید کنم که الله پاک تمام واجهان صحت و سلامت بکن تو هیچ گونه سختی و سوری مگنداتیم. دوستان محترم، ما در مورد سیمتار سروز چندین کلیپ گپ توضیح اینده. حالا این سروز یک کسی سیمتار کرده که ای آشنایی اصلا با سیمتار نبوده، یعنی اصلا ای آموزشی که کنار استاد برو تو سیمتار یاد بگیرید، این آموزشی اصلا ندیسته به این حالت سرود سیمتار کرده. و یک کلچی سیم کلچ خشک و خرابکاری که کند قبلا هم عرض کو، الا ای شیطاندار همی سیم خراب کرده. ای شیطاندار سیم باز ترنده سر شیطاندار ننده شیطاندار پروشتهش پدا خرکم پروشنی پدا دوباره ای جاگه پوس بچار زخمی و ادام همی سیم ای پوس خراب کرده. این طریقه سیمتار کنک غلطی سیمتار کنک یا سروز که سیمتار ببود مرتب اساس شکل سرود آوازه بود. سیما ایده در هم بر همه سر هم سواره ای پیش گناه پیش درگیرو آسیم گناه سیم درگیرو، یعنی سرود کلن ای ودی به هم رهتا. الان ما انشالله شنا مجدد سیمتار کنه پدا کلیپ پیرگره انشالله نادینه که تا دوستان بدانه از سروز که درست سیمتار بود و تا از سروز که سیمتار اشتباه بود چی که فرقی ها. امید کنم که این کلیپ مورد پسند قرار بگیرید. الله گنجی رحمتانه باور. خب دوستان اولین سروز پیش داشت که اشتباه سیمتار بودد، دیوالی سروز مجدد سیمتار کرد چه شکل سرود کاملا نواز بود. پوسی هم ترمیم کود چیر پوس دیفتاد دیگه تک پوس اینجا شیطاندار هم سیمان کلچی تیم پروشته تیش پدن شیطاندار مجدد ترمیم کو. دیوالی سروز کاملا دیگر از حالت در طریقه صحیح سیمتار کنه سرود همشی والا این سیم رو هم سوار نه سیمویل البته سرود پوست نوکی کمو که نم بکرد و کشته در سازی نکنیم بخاطر که پوست خشک نه هو ساز کنه احتمال ها که خرک بروته پوست نیو برابر سیمتارو. پس دوستان توجه کنه آکسانی که سروز سیمتار کنن سروز به طریقه صحیح سیمتار بکنه، اشتباه سیمتار مکنه، سیمان سر بسر سوار مکنه ایدم یا ایده سیمان خراب مبندن ایده ته خروک همه گفتی از شیطاندار باید مستقیم بین. اگر یک ذره ایده مادم ببین گردن دانان خرک پروشن.